شده حالتون چطوره؟ شاد و سلامت هستید؟ ببینم بچه آگدارین کجا میرین؟ من نمدم گسته دارم یارکو کامون تو سبسکرایب ندید یا دوباره تشکر بدم و پس سوریت گسته بگیم. یکی بود یکی نبود. در اعماق لانه تاریک مورچه‌ای همراه با خانوادهشان زندگی می‌کرد. آنها هر روز صبح برای جمع‌آوری آذوقه آماده شده و هر یک وظیفه‌ای را به عهده داشتند. عده‌ای بی‌وقفه برای حمل غذا کار می‌کردند و عده‌ای نیز لانه را بزرگتر کرده و آن را گسترش می‌دادند. و عده‌ای دیگر از مرزهای لانه برای حفظ خانواده محافظت می‌کردند. مورچه‌ای به نام دنا که وظیفه حمل غذا را به عهده داشت، مثل همیشه با خواهر و برادرانش از لانه خارج شدند. در مسیر برگشت ناگهان چشم دنا به کرم بزرگ و چاقی افتاد که در یک گوشه خوابیده بود. کرم با دیدن مورچه تعجب کرد و گفت: تو چه موجودی هستی؟ ببینم اینجا چی کار میکنی؟ ما هر روز صبح برای جمع‌آوری غذا و حفظ و گسترش لانه‌مان تلاش می‌کنیم. اما تو چه موجودی هستی؟ نامت چیست؟ من تا به حال چنین چیزی ندیده بودم. تو که فقط نشسته و می‌خوری. آیا برای فصل زمستان تلاش نمی‌کنی؟ کرم خنده‌ای کرد و گفت: من کرم هستم. اینجا میخوابم و از این برگ‌ها میخورم تا بزرگ و قوی تر شوم. وقتی پروانه زیبا شدم پرواز میکنم و کل دنیا رو میبینم. دنا زمانی که سخنان کرم تمام شد در فکر فرو رفته و به لانه بازگشت و به مورچه‌های دیگر فکر می‌کرد که آنها هر روز کار می‌کردند و به جمع‌آوری غذا مشغول بودند. مورچه کوچولوی سیاه خیلی ناامید شده بود و کار خودشان را بیهوده می‌دید. از این رو نمی‌خواست که دیگر کار کند و آرزو می‌کرد که کاش سرنوشت کرم‌ها را می‌داشت و می‌توانست روزی مثل آنها پرواز کند و به هر سو که می‌خواهد برود. دنا مدتی را از لانه بیرون نیامد و استراحت می‌کرد و انگیزه‌ای برای کار کردن نداشت و غم تمام وجودش را فرا گرفته بود. روزی از روزها که بر بالای یک بلندی ایستاده بود و پرواز پروانه‌ها را مشاهده می‌کرد، مورچه‌ای پیر و خردمند که از گذر زمان ریش سفید گشته بود نزد او آمد و از او علت حال و روزش را جویا شد و با لحنی مهربان و پدرانه پرسید: چه غم و غصه‌ای وجودت را فرا گرفته فرزندم؟ مورچه جوان با صدایی لرزان پاسخ داد: دیگر از کار کردن خسته شدم. دلم می‌خواهد مانند پروانه‌ها در آسمان آزادانه پرواز کنم. اما من فقط یک مورچه هستم و محکوم به کار کردن در این لانه تاریک تا ابد میباشم. مورچه پیر لبخندی زد و گفت: فرزندم، هر موجودی در این دنیا نقش مهمی رو به عهده دارد. آن پروانه را می‌بینی؟ تا چند روز پیش کرمی بود که فقط غذا می‌خورد و برای چنین روزی که پرواز کند تا هم طبیعت را زیبا نشان دهد و هم به دنبال غذای خود باشد، خود را آماده می‌ساخته. اما خطرات زیادی او را در طبیعت دنبال می‌کند. هم به خاطر زیباییش بیشتر در معرض خطر می‌باشد و هم به دنبال غذای خود باید راه‌های دوری را طی کند که از همان بالهایش کمک می‌گیرد و خطرات جنگل را نیز متحمل می‌شود. در همان زمان آفتاب پرستی پروانه کوچک را در چشم برهم زدنی بلعید. مورچه با دیدن چنین صحنه‌ای بسیار غمگین شده و سکوت کرد. بسیار از سخنان خویش پشیمان بود و دیگر آرزوی داشتن زندگی همچون پروانه ها را در ذهن خود نمی پروراند. پسرم،
پروانه ها دائما در جستجوی غذا و پناهگاه به این طرف و آن طرف پرواز می کنند و خطراتی چون طوفان و شکارچیان نیز آنان را تهدید می کنند. علاوه بر آن عمرشان بسیار کوتاه است، فقط چند هفته و یا چند ماه زنده هستند. مورچه پیر همین را گفت و خداحافظی کرد و رفت. دنا به زندگی خود در لانه فکر می کرد، به یاد اتحاد و مهربانی مورچه ها با هم. آنها همیشه همدیگر را کمک کرده و از هم مراقبت می کنند. به علت سخت کوشیشان همیشه لانه امن و غذای کافی دارند. او با لحنی غمگین گفت: حالا میفهمم که چقدر خوششانس هستم. من خانواده‌ای دارم که مرا دوست دارند. من دیگر آرزوی پرواز ندارم. دنا مانند بقیه مشغول به کار شد و دیگر خسته نبود، زیرا می دانست که وجودش چقدر برای حفظ خانوادهشان ضروری است. بچه‌های عزیز، این قصه هم به پایان رسید. تا یه شب دیگه و قصه دیگه، خداوند پشت و پناهتون.